سال تحصیلی به ترم تحصیلی پاییزی و بهاری تقسیم می شود. ترم تحصیلی پاییزی معمولاً از هفته دوم ماه اوت آغاز می گردد. در ترم تحصیلی پاییزی تعطیلات پاییزی به طول 1 هفته وجود دارد. ترم تحصیلی پاییزی در آخر ماه دسامبر با شروع تعطیلات کریسمس تمام می شود. ترم تحصیلی بهاری در سال جدید آغاز می گردد. در ترم تحصیلی بهاری تعطیلات اسکی به طول 1 هفته وجود دارد. ترم تحصیلی بهاری در اواخر ماه می و اوایل ماه ژوئن که موقع شروع تعطیلات تابستانی است تمام می شود. چنانچه دانش آموزی بیمار است نباید به مدرسه بیاید. پس از بهبود از بیماریش دانش آموز باید قبل از آمدن به مدرسه 1 روز بدون تب را در منزل بگذراند. غیبت از مدرسه باید هر چه زودتر به معلم کلاس و یا معلم ناظر بر کلاس مبصر کلاس اطلاع داده شود. در صورتی که دانش آموزی بنا به دلیلی به مرخصین احتیاج دارد باید از پیش از معلم کلاس، معلم ناظر بر کلاس، مبصر کلاس و یا مدیر مدرسه تقاضای مرخصی نماید. معلم می تواند اجازه مرخصی به طول 1 تا 3 روز را صادر نماید.